بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیری دارم خدمت مؤثرین عزیز. امیدوارم هر جا که هستید در سلامتی و صحت کامل به سر ببریم. با جلسه 13 از مضمون استاتیک در خدمت شما هستم. این جلسه فصل 4 کتاب بیر جانسون مکانیکس آف استاتیک بیر جانسون خود شما شروع میکنیم تحت عنوان Equilibrium of Rigid Bodies، تعادل اجسام صلب. در جلسات گذشته پیرامون قوه ها، کوپل، مومنت، تعادل یک نقطه، تعادل ذره بحث کردیم. در جلسات قبل مثلا گفتیم که ما یک جسم به صورت یک نقطه فرض میکنیم، یک نقطه مدی، و میایم روی عضو تعادل رو مینویسیم و او در حالت تعادل در نظر میگیریم. اما در واقعیت همچین فرضی برای خیلی از اجسام امکان پذیر نیست. ما نمیتونیم از حجم یا ابعادی که داره صرف نظر کنیم. میبایست کل جسم مورد مطالعه قرار دیم، مورد بررسی قرار دیم و بیایم ببینیم که آیا این جسم تعادل داره یا نه و به چی شرایطی و به چی نحوی میتونیم تعادل در این جسم برقرار کنیم، که علاوه بر اینکه که موومنت یا حرکت جانبی، افقی، عمودی نداشته باشه و ترنسلیشن یا چرخش هم نداشته باشه. در اون زمان میتونیم بگیم که این جسم در حالت تعادله. خب حالا جلوتر میریم مفصلا راجع به از این موضوع صحبت میکنیم. مفاهیمی که در این فصل خود شما مورد مطالعه قرار میدیم، ابتدا یک مقدمه راجع به موضوع داریم، فری بادی دیاگرام، رسم دیاگرام آزاد یک جسم که جزء مهمیه، خیلی مهمی قسمت. خب متوجه شیم، چون ما هر سوالی که در استاتیک مایم حل کنیم، هر سوالی که قصد داریم رو حل کنیم، ابتدا دیاگرام آزادی رو رسم کنیم. دیاگرام آزاد زمانی که تونستیم رسم کنیم، بعد از او میتونیم بیایم ریاکشن ها یا مشکلات مسئله خود پیدا کنیم و حل به جواب برسیم. Reaction at support and connection for a two-dimensional structure. ریاکشن یا عکس العمل ها در ساپورت ها، ساپورت یا تکیهگاه، و کانکشن یا اتصالات بر اینا میگیم. میگه ریاکشن ها، عکس العمل ها در ساپورت ها و اتصالات برای سازه های دو بودی، سازه هایی که فقط در دو بود، ما اونا رو مورد بررسی قرار میدیم. Equilibrium of rigid body in two dimensional، تعادل اجسام صلب در دو بود، تعادل اجسام صلب در دو بود مورد بررسی قرار میدیم. Statically indeterminate reaction، ریاکشن ها یا عکس العمل های نامعین استاتیکی. باز راجع به از این موضوع صحبت میکنیم که نامعین چیه، معین چیه، چه زمانی یک سازه نامعینه. Equilibrium of a two force body، تعادل اجسام دو قوه‌ای، two force دو قوه دارن، و در نهایت هم تعادل اجسام سه بعدی. مفاهیمی که در این فصل برای شما در نظر گرفته شده، انشالله اینا دونه دونه خود شما بحث میکنیم، مثال از اونا حل میکنیم و در نهایت هم فصل به اتمام میرسونیم. خب قسمت اول گفته که برای یک جسم صلب ریجید بادی این استاتیک اکولیبریم در حالت تعادل استاتیک، the external force قوه های خارجی and moment are balance. میگه قوه های خارجی و مومنتی که ایجاد میکنن در تعادلن زمانی که نو ترنسلیشن، نه چرخش داشته باشیم، ترنسلیشن نه انتقال داشته باشیم، نه جابجایی داشته باشیم، یا روتیشنال موشن، حرکت چرخشی داشته باشیم. زمانی میگه یک جسم در حالت تعادله که تحت قوای خارجی و اثر مومنت اونا نه جابجا بشه نه که بچرخه، این جسم در حالت تعادله. شرطی چیه؟ خب این به زبان عامیانه گفتیم یا شرطی رو چیزی گفتیم، تعریفی رو گفتیم، اما شرطی اینه که ما بیایم مورد بررسی قرار بدیم چی رقم یک جسمی که داریم از نظر استاتیکی بیایم بررسی کنیم که آیا در تعادل یا نه. این دو تا رابطه میگن در برقرار باشه. مجموعه قوه ها برابر با صفر باشه. حالا اینجا ننوشته x و y. وقتی میگه مجموعه قوه ها در هر راستایی که هسته x و y، اگه دو بودی داریم x و y، اگه سه بودی z هم اضافه میشه. مجموعه قوه ها در هر راستایی میگن برابر با صفر باشه و مومنتی که اینا ایجاد میکنن در یک نقطه باز هم برابر با صفر باشه، تا اینکه حرکت روتیشنال یا چرخشی نداشته باشیم.
خب میگه همینا رو باز همین رابطه ها آماده اینجا بس داده، گسترش داده. سیگمای F مساوی با صفر، سیگمای Fx مساوی با صفر، سیگمای Fy مساوی با صفر و سیگمای Fz مساوی با صفر. مجموعه قوه ها در راستای x مساوی با صفر. یعنی ما همه قوه ها در راستای x با یکدیگر جمع میکنیم، در نهایت میگن به صفر برسیم. مجموعه قوه ها در راستای y برابر با صفر و به ترتیب Fz مساوی با صفر. و مومنت داره. مومنت در راستای x برابر با صفر، مومنت در راستای y برابر با صفر و مومنت در راستای z برابر با صفر. شش معادله داریم. این البته به حالت کلیونه، برای حالت سه‌بعدیونه که باز زمانی که ما میایم در دو بعد مورد بررسی قرار میدیم این دو تا حذف میکنیم، حذف میشه. اینا رو داریم و یکی از x و y رو داریم. حالا y هم حذف بشه، ما x در نظر بگیریم، فقط مومنت در راستای x بره. سه معادله در راستای دو بعدی داریم، اما در راستای سه بعدی اگه بخوایم جسم مورد بررسی قرار بدیم در حالت سه بعدی 6 معادله داریم. فری بادی دیاگرام یا دیاگرام آزاد یک جسم. دیاگرام آزاد یک جسم یعنی چی؟ یعنی شما جسم یا المان مورد نظر خود که ما مورد بررسی قرار بدیم، هر چی هسته، تیره، ستونه، موتره، هر چی که هسته، او از محیط سوا کنیم، در شرایط محیطی او از محیط ور سوا کنیم و تاثیرات محیط رو از او به صورت قوه اعمال کنیم. اینجا ببینیم ما یک کرینی داریم که توسط دو نقطه A و B به زیر دیوار وصل شده، متصل شده. حالا اینا دو تا A و B دو ساپورت هست، دو تکیه‌گاه هست. این زمانی که این کرین به زیر دیوار متصل میشه توسط این دو تا ساپورت تحمل میشه، نگه داشته میشه و این ساپورت های قوه های از این انتقال میدن به دیوار و یک نیروی وزنه به وزن 2400 کیلوگرم در ابتدای از این آویزانه در یک ارتفاعی و وزن خود کرین هم هسته. اگه ما بخوایم دیاگرام آزاد از این رسم کنیم، ابتدا خود جسم به صورت مستقل در نظر میگیریم و بعد میبینیم چه قوه های بزی اعمال میشن. او قوه ها روی جسم رسم میکنیم و اون میشه دیاگرام آزاد. و بعد از اینکه دیاگرام آزاد داشتیم میتونیم سوال حل کنیم. اولین استپ برای حل سوالات استاتیکی اینه که ما فری بادی دیاگرام رسم کنیم. فری بادی دیاگرام. نکته هسته که اینه ما زمانی که بیامدیم دیاگرام آزاد رسم کردیم، این کرین ما به صورت مستقل در نظر گرفتیم. یک قوه 2400 کیلوگرمی وزن از این، خب ام از وزن 2400 که نیروی وزنی و نیرویی که وارد میشه W دیگه، درسته؟ در راستای ثقل زمین W مساوی با M ضرب G که این M ضرب 9.81 شده 23.5 کیلونیوتن. تحت رو به پی در نظر گرفته میشه. چرا؟ چون قوه وزن رو به پینه و این کابل تحت کششه دیگه. این کابل ما همیشه تحت کششه. کابل که تحت کشش باشه، ریاکشن از این عکس العمل از این رو به پی میشه. خود کابل رو به بالاه، چون میگن کششی باشه دیگه. این انتهای رو به بالا، این انتهای هم رو به پی، عکس العمل از این که به این حالت به زنجیرگاه قرار میگیره رو به پی میشه به این صورت. هم نیروی وزنی که همینجوری باشه. این نیروی وزن، این وزنه، نیروی وزن خود کرین داریم که به مرکز ثقلی وارد میشه. حالا چی رقم ما مرکز ثقل پیدا کنیم موضوع جلسات آینده ما و شمانه. اما به مرکز ثقل نیروی وزن از کرین وارد میشه، باز هم رو به پی، چون نیروی وزن در راستای شتاب جاذبه زمینه 9.81 کیلونیوتن. حالا وزنی فرض شده و میمونه این ساپورت ها. با انواع ساپورت ها جلوتر میریم آشنا میشیم در اسلاید بعدی که ساپورت ها چی رقمه. هر ساپورتی چند ریاکشن ممکنه داشته باشه، یکی، دو تا یا سه تا. حالا ساپورت B یک ریاکشن داره، نویو گفتم میریم جلوتر مورد بررسی قرار میده. ساپورت A دو ریاکشن داره. ریاکشن ها یا مشغولات از اینا مقداریم اینجا. ریاکشن یعنی چی؟ یعنی عکس العمل. ببینیم قوه‌ای که از طرف کرین وارد میشه یا وزن کرین توسط ساپورت A نگه داشته میشه، درسته؟ ساپورت A میگن یک ریاکشنی از خود نشون ده، یک عکس العملی نشون ده که بتونه وزن تحمل کنه، که این ریاکشن یا این عکس العمل معمولا در خلاف جهت قوه وارد شده و مقداری هم
مخالف از برابر با همون مقداره. حالا مجموعه این ریاکشن ها مثلا AX و AB اگه اینجا داشته باشه میگن خود یکدیگر برابر باشن. و AY A دو تا ریاکشن داره، AX AY رسم شده و B هم یک ریاکشن داره. جهت اینا چی رقمه گفتیم؟ معمولا خلاف معمولا که نه دیگه 100% میگن خلاف جهت قوه های وارد شده باشن. خب ما در ابتدای جهت فرض میکنیم، مثلا اگه نگاه کنیم از روی شکل این دوتا که 100% معلوم جهت اینا پینه، درسته؟ بنابراین AY هم 100% میگن رو به بالا باشه. اگه شما AY رو به پی رسم کنید مشکلی نداره، یک قراردادی رسم میکنیم میگم جهت رو به بالا مثبت، جهت رو به پی منفی، همه اینا رو با علامت منفی در معادله تعادل میگذاریم. در نهایت AY ما باز علامتی منفی به دست میاره. وقتی اونجا جواب نهایی ما منفی به دست اومد یعنی که جهت اشتباه فرض کرده، باز میگم بیایم جهت رو اصلاح کنیم. اما خب از روی شکل خیلی سوالات ما میتونیم از روی دیاگرام آزاد متوجه شیم. وقتی دو تا پین 100% این هم رو به بالای، بنابراین نیازی نیست که دیگه ما دوباره کری انجام بدیم، یک بار رو به پی فرض کنیم علامت منفی به دست بیاریم باز بیایم جهت اصلاح کنیم. از ابتدا رو به بالا فرض میکنیم و با همین فرض رو به بالا رو ادامه میدیم. AX و B هم رو به سمت مثبت فرض کردیم، حالا باز میاریم او رو حل میکنیم. این میشه دیاگرام آزاد. مقدار قوه ها مهمه، مقداری قوه، ای قوه و محل دقیق برآیند. اینا محل شما این قوه وزن نمیتونه بیایم اینجا اعمال کنیم، این دقیقاً مگر سر جای خود باشه، یا قوه وزن خود کرین شما اجازه نداره مثلا ای بر یا او بر، دقیقاً در مرکز ثقلی. چون مومنتی که این ایجاد میکنه مومنت چی بود؟ F ضرب D. ای قوه ضرب ای فاصله مومنتی ایجاد میکنه که در نقطه B. اما شما اگر بیاریم اینجا بگذاریم ای فاصله او قوه ضرب ای فاصله مومنت ایجاد میکنه که مقداری کمتر میشه، بنابراین در نتایج ما تاثیر داره. هر قوه سر جای خود دقیقاً اعمال میشه تا اینکه تاثیرات مومنت از اون هم مورد بررسی قرار بده. خب ساپورت ها و ریاکشن ها، اینا ساپورت تکیهگاهه. ببینیم ساپورت معنی او میشه تکیهگاه. ما اینجا ساپورت هم داریم، اتصالات هم داریم. هر عضو یا هر جسمی موقعی که در یک سطح یا در یک موقعیت قرار میگیره توسط یک سری ساپورت یا تکیهگاه نیروها خود انتقال میده به محل دیگه. ولفرض شما فرض کنیم روی یک صندلی قرار داریم، روی یک صندلی یا چوکی شیشته. خب همون صندلی به عنوان تکیهگاه بدن ما و شما استفاده شده و وزن ما و شما رو انتقال میده به زمین. ساپورت او صندلی یک نوع ساپورت، یا اگه بریم دقیق‌تر حساب کنیم به پایه های او صندلی 4 تا پایه داره، 4 تا ساپورت در نظر گرفته میشه. حالا این ساپورت ها به چند دسته تقسیم میشن، هر ساپورت چی مقدار ریاکشن داره، چی تعداد ریاکشن یا مجهول داره، اونا باز اینجا جلوتر مورد بررسی قرار میگیره. یا مثلا یک مثال دیگه بزنم، لولای در نظر بگیریم، یک دری که در ساده ای که یک طرفه باز بسته میشه، توسط 2 تا لولا یا 3 تا لولا اتصال پیدا کرده به چوکات در. این لولاها اجازه دارن چرخش داشته باشن، درسته؟ در باز و بسته بشه، اما حرکت در راستای بالا یا بیرون ندارن. یعنی اگه فرض کنیم x و y در نظر بگیریم، نه در راستای x اجازه حرکت دارن، فیکس شدن، درسته؟ در راستای y هم حرکت نمیکنن، فقط حرکت اینا حرکت چرخشیه. بنابراین اینجا مثلا یک نوع ساپورت دیگه که وزن همون در تحمل میکنه، باز انتقال میده به چوکات در و باز چوکات هم انتقال میده به خود دیوارها یا کف زمین که هسته، کف خونه که هسته. ما 3 نوع ساپورت داریم. پس ساپورت یا تکیهگاه قسمتی از یک سازه شده که قوه ها رو انتقال میده به یک جای دیگه یا قوه ها رو تحمل میکنه. رابطه بین المان ما و شما با یک سطح دیگه. ما 3 نوع ساپورت داریم. ساپورت هایی که فقط یک نوع قوه تحمل میکنن، یک ریاکشن دارن، ساپورت هایی که 2 ریاکشن دارن و ساپورت هایی که 3 ریاکشن دارن. ساپورت هایی که یک ریاکشن دارن مثل این قسمت، ببینیم رولر میگیم این ساپورته، اینا راکر میگیم و این هم که یک سطح بدون استکاکه. اینا وقتی جسم روی از این ساپورت ها قرار میگیره تنها یک ریاکشن داره، force with known line of acting. دقیقا در راستای سطح عمود اینا ریاکشن اینا رسم میشه. میبینید این به صورت
ما رولر داریم. رولر یعنی چی؟ یعنی قلتک. اصطلاح فارسی رو ترجمه کنیم قلتک. این روی زمین قرار گرفته، درسته؟ این سطح زمینه، این هم خود ساپورته. این ساپورت می‌بینیم اجازه داره در راستای X حرکت کنه. می‌بینیم در راستای X میتونه حرکت کنه، غلطه دیگه در راستای X حرکت کنه، اما در راستای Y فیکسه، نمیتونه حرکت کنه، اجازه حرکت نداره. بنابراین قوه‌ای که بری وارد میشه فقط در راستای Y، دیگه هیچ قوه‌ای دیگه تحمل نمی‌کنه. به همین ترتیب این هم یک نودگیونه، یک تیپدگیونه. راکر هم همونطور ببینیم در راستای X دوران داره، حرکت داره، یعنی یک مقداری حالا هر چی کمتر هم باشه این میتونه جابجا شه، اما در راستای Y چسبیده به زمینه. این سطح بدون استکاک، سطح بدون استکاک این میتونه در راستای X بره و بیایه، جابجا شه. قوه‌ای که وارد کنیم در این راستا مثلا احتمال داره که جابجا شه، اما در راستای Y حرکت نمیکنه. پس ریاکشن از این دقیقاً همینجوریه. کابل ها یا لینک هایی که اتصال دارن، این مثلا یک لینکیه که تنها در این عضو یک نیروی محوری اعمال میشه به این ترتیب، یا کابل هم تنها تحت کشش کار میکنه. اینا نیروهای تک عضوی ان، تک قوه‌ای ان. خب عضوهای تک قوه‌ای ان که قوه از اینا به همین صورت اعمال میشه. ببینیم این کابل اگه ما برداریم، نیرویی که در این وجود داره کششی و به این صورت در همین راستا، در راستایی که تحت همون زاویه‌ای که عضو قرار داره قوه اعمال شده. میگه قوه‌ای که جهت اکشن یا عکس العمل یا معلوم، اکشن عکس العمل در راستای خود عضو. و این عضوهای دیگه هم داریم که به این حالت قرار داره، اسمی حالا کالر آن فریکشنلس رو تحت یک میله بدون استکاک یا یک پینه بدون استکاک که میبینیم در این راستای آزاد حرکت کنه. میبینیم این در این راستا در راستای اجازه داره حرکت کنه، اما به زی سمت حرکت نمیکنه، مقید شده، قید شده، به زی سمت حرکت نمیکنه. پس قوه از این دقیقاً قوه 90 درجه با این سطح تشخیص به وجود میاره. این سطح رو ببینیم، این قوه یا ریاکشنی که هسته به زیر راستا اینجا هم نشون داده شده. ببینیم این خط همون روده یا میله و یک زاویه 90 درجه. اینا اعضایی هستند که یک عضو دارن، ببینیم یک ریاکشن دارن، ساپورت هایی که یک ریاکشن دارن. ساپورت های دیگه که داریم دو ریاکشن دارن، مثل پین، ما اونجا رولر داشتیم، اینجا پینه داریم، پینه بدون استکاک یا هنج مفصل گفته میشه. راک سورفیس هم داره. خب اینا یا چون به سوالات اگه گفت پین، هنج یا راک سورفیس، اینا دو ریاکشن دارن. ببینیم این دیگه رولر نیه، این در راستای X هم اجازه حرکت نداره، در راستای Y هم نمیتونه حرکت کنه. بنابراین دو تا ریاکشن داره، یکی اینه یکی هم این. یایی که میتونیم بگیم یک ریاکشن داره، خب اما جهتی معلوم نیه. در مثالهای قبلی، در ساپورت‌های قبلی که دیدیم جهت معلوم بود دیگه، میگفتیم در راستای Y تنها اجازه حرکت داره. این اما ببینیم یک ریاکشن داره، گفته یک ریاکشن وارد میشه بزی که معلوم نیه، unknown دایرکشن یا جهتی و معلوم نیه. خب ما میتونیم بیایم یک قوه قرار بدیم، یا اینکه نه بیایم بگیم در راستای X هم حرکت نداره، در راستای Y هم حرکت نداره. این که شما به دست آوردین X و Y به دست آوردین، از طریق مربعات میتونیم مقدار قوه به دست بیاریم و زاویه هم میشد آرکتانجانت Y به X که میتونیم زاویه رو هم به دست بیاریم. این هم همونطوره دقیقاً، هیچ فرقی نداره. قوه هایی که ساپورت هایی که دو تا قوه دارن، پین، هنج و راک سورفیس. و در نهایت قوه ساپورتی که سه تا ریاکشن داره. ببینیم این ساپورت فیکس بریو گفته میشه، فیکس ساپورتی که فیکسه. مثلا اکثر اتصالات ما و شما در سازه ها، مخصوصا سازه های کانکریتی، اتصال تیر به ستون اتصال فیکسه. اتصال فیکس یعنی چی؟ یعنی اجازه نداره در راستای X هم حرکت کنه. میبینیم در راستای X هم مقید شده، در راستای Y هم مقید شده و اجازه چرخش هم نداره، نمیتونه بچرخه. میبینیم اینجا شما هر چه قوه بزی وارد کنیم، مومنت بزی اینجا، اما این نمیچرخه. درسته؟ اینجا این حالت دورانی یا چرخش نداره، مگه اینکه اینقدر شما قوه شما زیاد باشه که این فکر اتصال یا این ساپورت تخریب کنه، خراب کنه. تا زمانی که این ساپورت سرجا خوب باشه، مقاومت کافی داشته باشه، این نمیچرخه. اما بزی نگاه کنیم، اگه شما بزی اینجا قوه وارد کنیم، این در راستای X حرکت نمیکنه، در راستای Y حرکت نمیکنه، اما از اینجا میبینیم بزی محوطه چرخش داره، میچرخه.
پس این دو تا ریاکشن، ولی اینجا در راستای x مقید شده، در راستای y هم مقید شده، قید شده، در راستای چرخش هم مقید شده، یعنی اجازه چرخش هم نداره. بنابراین بزنیم میگیم فیکس ساپورت. زمانی که فیکس ساپورت شد ما سه ریاکشن داریم: ریاکشن x، ریاکشن y و یک مومنتی که در خلاف جهت وارد میشه. ببینیم من قوه به زی سمت وارد کردم. خب اگه البته حالا من قوه به زی سمت وارد کردم، این در جهت خلاف عقربای ساعت ما این بچرخونه. مومنتی که به زی به وجود میاد میگم در جهت عقربای ساعت باشه تا بتونه خوده از این مقابله کنه. ببینیم هر اندازه که این مومنتی قوه وارد کنه، مثلا F ضرب ای فاصله F ضرب D، مومنت ای ساعتگرد پاد ساعتگرد میشه کنه خلاف عقربای ساعت. مومنتی که در اینجا در این ساپورت به وجود میاد مقداری برابر با همین مقدار F ضرب D، ولی جهتی و خلاف جهت از این میگم باشه، میگم در جهت عقربای ساعت باشه تا بتونه این مومنت تحمل کنه. این هم میشه ساپورت ها. ما یک مرور دیگه میکنم. سه نوع ساپورت داریم: ساپورتی که یک ریاکشن داره، ساپورتی که دو ریاکشن داره و ساپورتی که سه ریاکشن داره. ساپورتی که سه ریاکشن داره فیکسه، خیلی واضحه، فیکس ساپورت. سوال میگه ساپورت فیکسه یا اینکه با این نماد نشون میدیم. بعضی موقع ایت نشون میدیم، مثلا در مسائل کو اگه در راستای x باشه، اگه در راستای y باشه با این نماد نشون داده میشه. این کلا نماد اینه، این فیکسه، مثلا این تیر فیکسه یا این ستونیه که انتهایو فیکسه. این از فیکس ساپورت. و چیز داریم، پینه داریم. پینه مثلا معمولا به یک زمینی نشون میدن که اینجا ایتنه و یک مثلثی که بیامد اینجا ما امکانات ندارم، نمیتونم مثلث رسم کنم، به این صورت شما در نظر بگیریم یک مثلثی ایرپین میگیم یا پینو یا راک سورفیس. و بیایم برگردیم مهمترین اینا رو دارم میگم. رولر داریم، رولر یا راکر، که اینا به همین صورت نشون میدن، یک مثلثی دو تا سه تا دایره زیری و در نهایت هم سطح زمین یا به این صورت. اینا میشن، حالا داخل مثال ها متوجه میشیم که در مسائل واقعی یا دیاگرامات چی رقم اینا رو نشون میدیم. این هم میشه رولر. اینا یک مشهول، پین دو مشهول و فیکس هم سه مشهول داره که دو تایو عمودی افقی یک هم مومنته. حالا که ساپورتار شناختیم، دیاگرام آزاد را آشنا شدیم، برای که جسم ما در دو بود تعادل داشته باشه جلوتر هم با گفتیم میگن این دو تا شرط برقرار باشه. در دو بود ما اولا fz نداریم مساوی با صفر، mx و my هم نداریم، تنها mz داریم. اونجا اشتباه گفتم، mx mz داریم، در راستای z مومنت ایجاد میشه. یعنی پس این دو تار داریم. معادلات تعادل در راستای دو بودی. جسم شما این دو بودیه، خب تو دایمنشنال. زمانی که جسم یا مثال ما دو بودی بودن، این سه معادله تعادل خیلی مهمه. ابتدای کار بگفتیم دیاگرام آزاد رسم کنیم، بعد بیایم معادلات تعادل بنویسیم. حالا معادلات تعادل نوشتیم، دونه دونه حل کنیم، ریاکشن های ما شما به دست بیارید. معادلات تعادل چه در راستای دو بودی؟ یک بار دیگه میگم خیلی مهمه. سیگما fx مساوی با صفر، مجموع قوه ها در راستای x مساوی با صفر. سیگما fy مساوی با صفر، مجموع قوه ها در راستای y برابر با صفر. سیگما ma مساوی با صفر، مجموع قوه ها در نقطه a مساوی با صفر. حالا یک نقطه فرض میکنیم و در همون نقطه مگرم قوه ها برابر با صفر باشن. این که کدوم نقطه رو ما انتخاب کنیم هم مهمه. بعضی از نقاط شما حتی اگه انتخاب کنیم و جوابم بده مشغول شما حل نمیشه. شما میگم دنبال نقطه‌ای بگردیم که وقتی اون تعادل رو اون نقطه مینویسیم حل میکنیم جواب بده به شما، ریاکشن شما به دست بیاید. و سه تا معادله گفته میتونه حل شه برای سه تا مشغول. نکته اساسی اینجاگاه این خوب دقت کنید. ما سه معادله تعادل داریم، درسته؟ fx مساوی با صفر، fy مساوی با صفر و m مساوی با صفر، مجموع قوه ها مجموع مومنت در یک نقطه مساوی با صفر. این سه معادله ما سه تا مشغوله میشه حل کرد. یعنی اگه شما 4 مشغوله داشته باشید مسئله شما حل نمیشه. اصطلاحاً به این مسئله میگه مسئله نامعین. مسائل نامعین چی رقم حل کنیم باز استپ به استپ یاد میگیریم در استاتیکال کمتر، مخصوصا در مضمون استراکچر 1 و استراکچر 2 شما اونجا به طور کامل یاد میگیرین که مسائلی که
نامعینن، یعنی تعداد مجهولات آنها از تعداد معادلات تعادل بیشتره، چی رقم حل کنیم. پس مسئله نامعین استاتیکی مسئله ای شده که تعداد مجهولات و تعداد آنها یا مجهولات و از تعداد معادلات تعادل بیشتره. ما چند معادله تعادل داریم؟ در حالت دو بودی 3 معادله تعادل داریم. اگه 3 تا مجهول هم داشته باشه میتونیم سوال رو حل کنیم، مثال رو حل کنیم. اگه نداشته باشه مثلا نامعین استاتیکیه که فعلا حل مسائل نامعین استاتیکی جزء سیلابس ما و شما و از اونا کار نداریم. در همین حد که شما سازه های یا مثال های نامعین رو بتونیم تشخیص بدیم کفایت میکنه. خب میگه 3 تا معادله تعادل حل میکنیم تا اینکه 3 تا ریاکشن در دست بیاریم، اونا رو جاگذاری میکنیم در معادلات تا ریاکشن ها به دست بیاریم. ببینیم این مثال اینجا داده شده، یک ترس یا یک خرپایه که 3 تا قوه اکسترنال فورس بری وارد شده پی کیوب اس تحت زوایای مختلفی و ما 2 تا پین داریم. ببینیم این پینی که گفتیم 2 تا ساپورت داره، ببخشید 2 ساپورت داره. ساپورت A ساپورت پینه به این صورت گفتیم نشون میدیم، یک مثلثی که به زمین متصل شده و این هم رولر. یک یاد شما باشه گفتیم ساپورت پین 2 ریاکشن داره، یک ریاکشن در راستای X و یک ریاکشن هم در راستای Y و ساپورت B هم یک ریاکشن داره، ریاکشن B در راستای Y. حالا بعضی مواقع مثلا میتونیم بنویسیم BY BX دیگه نداره دیگه، این AX یا AY، یعنی ریاکشن A در جهت Y و ریاکشن A در جهت X. SQP هم سوال بیامده تجزیه کرده به صورت X و Y، کامپوننت های نوشته، مؤلفه های X مؤلفه Y، SX SY QX QY PX و PY و نیروی وزن ای هم خود تراس هم هسته که دقیقا در مرکز ثقل اعمال میشه، روی پی مقداری هم W. ببینیم چند تا مجهول داریم. S و Q و P اینا مجهولات موشومان، یعنی اینا قوه‌های خارجی هستند. مقدار اینا رو سوال میده، مثلا میگه همچین قوه‌ای وارد شده به سازه یا وزن این سازه یک ذره. اینا معلومات مسئله موشونه. ریاکشن ها مجهولات مسئله موشون اینا هست. یکی IX، یکی IY و یکی هم BY. 3 تا معادله تعادل داریم درسته و 3 تا مجهول. پس این سوال حل میشه. شما مجموعه قوه ها در راستای x مساوی با 3 می نویسیم AX، فرض میکنیم سمت راست مثبت، یک قراردادی داره ما شما، رو به بالا مثبت، سمت راست مثبت و حالا پادساعدگرد مومنت پادساعدگرد هم مثبت. این قرارداد شما میتونید یک قرارداد دیگه خود بگذارید، ولی چیزی که مهمه از ابتدای سوال تا انتها خود همون قرارداد پیش بریم. یعنی اگه شما رو به پیر مثبت فرض میکنیم، همیشه هر قوه‌ای که رو به پیر اگر علامتی منفی باشه در معادلات منفی جاگذاری کنیم. ولی عرف اینه که سمت راست x مثبت، رو به بالا y مثبت و مومنت پادساعدگرد یا خلاف اقربای ساعت کردم مثبت باشه. شما هم از همین استفاده کنید. خب حالا اگه بخوایم بگذاریم روی این معادله، داخل از این معادله جاگذاری کنیم، IX داریم، اینجا PX داریم علامتی و منفی چون به سمت چپ، QX داریم علامتی و منفی و SX داریم علامتی و منفی مساوی با 0. اینا رو جمع کنیم IX به دست میاد. مومنت در نقطه A داریم، مومنت در نقطه A داریم، میتونیم روی نقطه A مومنت بگیریم، میشه هر قوه ضرب فاصله اینا. حالا من توضیح دیگه اینجا بیشتر نمیدم، روی یک مثال واقعی توضیح میدم. مثلا W ضرب E فاصله مومنتی که ایجاد میکنه، SY ضرب E فاصله مومنتی که ایجاد میکنه، SX ضرب E فاصله مومنتی که ایجاد میکنه نسبت به این نقطه میتونیم حل کنیم. نکته ای که اینجا هسته گفته که 3 تا معادله بعضی موقع شاید نتونیم حل کنیم اما میتونیم اونا رو جایگزین کنیم. ببینید شما fx مساوی با 0 بنویسیم جواب میده. خب اما fy مساوی با 0 بنویسیم 2 تا مجهول داره، یکی iy by به جواب نمیرسه. میتونیم یک کار دیگه کنیم، به جای fy مساوی با 0 2 بار مومنت بگیریم، یک بار مومنت روی نقطه A بگیریم by به دست میاد، یک بار مومنت روی نقطه B بگیریم ay به دست میاد. یعنی از این معادله میتونیم جایگزین کنیم و او به دست میاد. دقیقاً بازم خود 3 معادله ما به جواب رسیدیم نه بیشتر. و میتونیم روی این معادله fy مجهولاتی که به دست آوردیم جاگذاری کنیم، چک کنیم که ببینیم آیا این تعادل برقراره، این 2 تا رو به بالا با علامت مثبت با این 4 تا رو به پی S و Q P W رو به پی مجموعه اینا صفر میشه یا نه، درست جواب به دست آوردیم یا نه. برای کنترل میتونیم از اون معادله باز استفاده کنیم. خب
دوباره بحث سازه‌های نامعین استاتیکیه. بیایم اینجا یک مروری داشته باشیم، ببینیم این ساپورت ما اینجا پینه A و B هم اینجا باز پینه. درست شد؟ A و B پین در چند تا ریاکشن داشته؟ دو ریاکشن اینجا داریم، دو ریاکشن هم اینجا داریم زمانی که فری بادی دیاگرام رسم می‌کنیم. در حالی که ما 3 معادله تعادل داریم، اینجا چند تا مجهول داریم؟ 4 تا. پس این سازه نامعین حل نمیشه. فعلا حل نمیشه. باز یاد میگیریم که شما در سمسترهای بعدی چی رقمی سازه ها رو حل کنید. اینجا این رولره، این هم رولره. اینا هر کدوم یک ریاکشن دارن به سمت y. A و B یکی کمتره، پس میتونیم حل کنیم. البته قابل ذکره که این سازه ناپایداره. حالا راجع به پایداری ناپایداری هم به طور کامل در مضمون استراکچر راجع به صحبت میشه. شاید ما هم در استاتیک یک مختصر توضیح راجع بدیم، ولی فعلا عمیق در اینجا ذکر میکنیم این سازه ناپایداره. چرا ناپایداره؟ یعنی که شما قوه‌ای به زیر راستا به زیر اعمال کنیم که اعمال هم شده پی و اینا، این در راستای x حرکت میکنه. سازه نباید در یک راستا حرکت کنه. او دیگه در حالت تعادل نیست دیگه. زمانی میگیم تعادل داره که نه حرکت کنه نه چرخش داشته باشه. این سازه حرکت میکنه. این هم 3 تا رولر داریم. 3 تا رولر هر کدوم یک ریاکشن دارن. 3 ریاکشن 3 تا معادله تعادل، سازه معینه اما باز هم ناپایدار، یعنی در راستای x قید نشده و قوه‌ای به ریو وارد در راستای x حرکت میکنه. این هم از این بحث. خب برسیدیم به اولین مثال از فصل 4. حل این مثال مقدارم برای جلسه آینده، چون اگه شروع کنیم زمان ویدیو ما خیلی طولانی میشه و حل از این مقدار انشالله جلسه آینده چند تا مثالی حل کنیم. اما یک مروری داشته باشیم. ما بیامدیم معادلات تعادل مورد بررسی قرار دادیم، بشناختیم که اگه قرار یک جسم در دو بعدی، یک جسم در حالت دو بعدی در تعادل باشه، از کدوم معادلات استفاده کنیم. بعضی معادلات گفتیم میگیم معادلات تعادل سیگما اف x مساوی با صفر، سیگما اف y مساوی با صفر و سیگما m مساوی با صفر. این سه معادله میگن برقرار بشه تا یک جسم در حالت تعادل باشه. ساپورتار بشناختیم. 3 نوع ساپورت داشتیم. ساپورتی که یک ریاکشن داره، ساپورتی که 2 ریاکشن داره و ساپورتی که 3 ریاکشن داره. مهمترین ساپورت هم یکی پین بوده که 2 ریاکشن داره، رولر که یک ریاکشن داره و ساپورت فیکس که 3 ریاکشن داره. و در نهایت دیاگرام آزاد را رسم کردیم. حالا یک مثال، دو مثالی حل کردیم. دیاگرام آزادی بود که گفتیم جسم از محیط سوا میکنیم، خارج میکنیم بدون در نظر داشته محیط و اثرات محیط روی از او اعمال میکنیم. نیروی وزن خودی و نیروی وزن که از حالا طرف وزنه یا هر چیزی که وارد میشه ساپورتار حذف میکنیم، به جای ریاکشن ها اینا رو قرار میدیم. در نهایت بعد از اینکه دیاگرام آزادی داشته باشیم میتونیم سازر حل کنیم، سوال حل کنیم. و راجع به مسائل نامعینی و معینی هم صحبت کردیم که گفتیم زمانی که ما 3 معادله تعادل داریم میتونیم 3 مجهول حل کنیم، بیشتر از اون نمیتونیم حل کنیم. اگه تعداد مجهولات ما از بیشتر باشه سازه ایندترمینیت، یعنی نامعینه و نیاز ما به معادلات کمکی بیشتری داریم تا بتونیم که مجهولات مسئله به دست بیاریم. خب این بود از این جلسه ما و شما این قسمت. امیدوارم که توضیحات واضح و معلوم بوده باشه. باز هم اگه احیانا جای سوالی نکته چیزی باقی مونده بود اگه میتونیم از طریق پورتال شخصی رو پرسان کنیم. سعی میکنیم در اسرع و پاسخگویی کنیم. فقط یک نکته آخره بگم، ما در جلسات حضوری هم جلسات اول دوم مفصلا صحبت کردیم اینجا راجع به ازی. فقط برای یک بار دیگه، برای بار آخرم این مسئله رو میگم که مضمون استاتیک جزء مضامین پایه و اساسی انجینری سیوله و هر چقدر که شما اینجا وقت بگذاریم، هر چقدر که بیشتر زحمت بکشیم، مثال حل کنیم، تمرین حل کنیم، با 1 ساعت 2 ساعت سر سین یا مثلا با 1 ساعت 2 ساعت ویدیو لکچر اینا نمیشه این مضمون یاد گرفت. این مضمون نیاز به داره که خود شما وقت بگذاریم، خود شما زحمت بکشیم، از استاد بپرسیم، از همسنفی‌ها بپرسیم، کار گروهی انجام بدیم. یوتیوب هست، تلگرام ها هست، منابع در دسترس شماره، منابع خیلی زیادی که منابعی که 100% مفیده برای شما، کتاب ها، جزواتی که نوشته شده. میگم همین حال شما به یوتیوب سرچ کنیم 10 ها کورس میاد، کورس هایی که کامل کمی شما انگلیسی، نه خیلی، این مقدار کمی انگلیسی بلد باشیم
میتونیم کورس ها رو پیگیری کنیم که به صورت کامل هسته و آموزش استاتیک هسته و ویدیوها یا جزواتی که در اینترنت ها هسته از اونها استفاده کنیم. خلاصه کلام منابع در دسترس شمانه و این خود شمانه که میبایست خود برسانیم، زحمت بکشیم. هرچی میگم این مضمون همینجیگا کانکریتی کنیم بود، یعنی به صورت تپایی یاد بگیریم. این به نفع خود شمانه، به سمسترهای آینده و مضامین آینده به مشکل نمیخوریم، اونا راحت‌تر متوجه میشیم و تا با آخر و بعد حتی اگه فارغ التحصیل هم بشیم، مضامین جز مضامین مفهومیه که به بازار کار هم به درد شما میخوره و مفیده، مخصوصا کسایی که مایلن به فیلد استراکچر کار کنن، به بخش دیزاین و طراحی کار کنن. دیگه خلاصه این نکته رو گفتم اینجا بگم که اتمام حجت شده باشه بین ما و شما که این به عهده خود شمانه که استفاده کنیم از وقت خود و از توان خود و از امکاناتی که در دسترس شمانه تا این مضمون به صورت 100% به صورت مفهومی و بنیادی یاد بگیریم. دیگه کدام گفتنی نیه. شما همه شما رو به خدا میسپارم. امیدوارم که صحتمند و سالم باشیم تا جلسه آینده.